کارشان این است که عسل تولید کنند و آن را در اختیار زنبور ملکه بگذارند. این ملکه است، بزرگترین زنبور. برای تهیه عسل این زنبورها باید پرواز کنند و همانطور که دیدیم بسیار خوب هم پرواز می‌کنند. ولی جولیا به چه چیز این زنبورها علاقه‌مند است؟ نحوه پروازشان؟ او می‌خواهد بداند که آنها به کجا پرواز می‌کنند. جولیا هر روز می‌بیند که زنبورها کندو را ترک می‌کنند و پس از ساعاتی با شهد باز می‌گردند. ولی آنها در این مدت چه می‌کنند؟ با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، او سعی دارد که به راز زنبورها پی ببرد. اینکه زنبورها پس از ترک کندو به کجا می‌روند، سالهای متمادی برای دانشمندان در پرده اسرار بود. جولیا و همکارانش برای حل این معما روش مؤثری یافتند. ولی ابتدا باید یک زنبور بگیرند. در این محفظه زنبوری هست که یک فرستنده خودکار بر روی بدنش نصب شده است. هنگامی که پرتوهای رادار با این فرستنده برخورد می کند، نشانک‌هایی ارسال می شوند که یک آنتن بشقابی آنها را می گیرد. نصب این فرستنده به بدن زنبور و خارج کردن آن ضرری برای حشره ندارد. و حالا به یک رادار نیاز داریم. و یک لندروور که در میان این مزرعه عبور و مرور هوایی را زیر نظر بگیریم. رادار همه این منطقه را تحت پوشش می‌گیرد. با پرواز زنبور عسل که مجهز به فرستنده است، نشانک‌هایی به آنتن بشقابی ارسال می‌شود که بر روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود. برای اولین بار با این وسیله می توانیم ببینیم که یک زنبور عسل به کجا، در چه مسیری، در چه ارتفاعی و با چه سرعتی در حال پرواز است و حتی غذای مورد علاقه او کدام گل است. و نیز پس از آنکه کار زنبور عسل تمام شد، بازگشتش را به کندو مشاهده کنیم. اطلاعات به دست آمده از این تحقیق معماهای بسیاری را برای جولیا حل کرد. نخست اینکه سرعت پرواز زنبورها بسیار بیش از آن چیزی بود که تصور میشد. برخلاف انتظار آنها با سرعت 30 کیلومتر در ساعت پرواز میکردند. حتی زمانی که بار زیادی داشتند. نکته عجیب دیگر اینکه آنها اغلب به جاهای بسیار دورتر از کندو پرواز میکردند. به عقیده جولیا این کار برای خودداری از رقابت با سایر اعضای کندوست. هرچه فاصله بیشتر باشد، حق انتخاب بیشتر است. زنبور پس از یافتن محل مورد نظرش به طور دائم میان آن محل و کندو در رفت و آمده است. این امر هوش سرشار این حشره را ثابت می کند. به رغم پیچ و خم زیاد در مسیر 30 کیلومتری، زنبور همیشه در یک خط مستقیم به مقصد می رسد. برای جانوری که وزنی کمتر از چند گرم دارد و مغزش به اندازه ذره نمک است، این مسئله حیرت انگیز است. زیرا این زنبورها نیز مانند غازها به ذخیره انرژی اهمیت می‌دهند. هرچه مسیر آنها مستقیم‌تر باشد، انرژی کمتری مصرف می‌کنند.